کس این خیال خام را کرده که میتواند صاحب اصلی این انقلاب را حذف کنند، این خیال خام بیش نیست. ما نمیخواهیم که آشوب کنیم، ما نمیخواهیم که دنیا بگه در انقلابشان خیانت کرد، سر چوکی می جنگند و هستیم کسی قدرت حذف کردن اینجا را ندارد، به شرطی که شما مردم دسته برای این حکومت وارداتی تبریک نروید، چون در 14 سال پشتوانه این مجاهدین عزیز شما مردم بودین. اگر امروز شما صحنه را ترک نکنین، امروز حزب وحدت و نیروهای محروم سمت شمال نیروی نیست که کسی بتانه حذف کنه. این خیال خام وقتش گذشته است. چیزی را که ما اینجا با شهید دادن دست آوردیم، با کابینه تشکیل دادن دست نخواهیم داد. عزیز